حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحال هستیم که ما را به کانون گرم خانوادگیتان پذیرفتین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من هم به نوبه خودم و از طرف شما خدمت این بزرگوار عرض سلام و خسته نباشید دارم. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی خواهم بود. خواهش میکنم. طبق روال معمول برنامه را از سوالهای SMS بینندگان عزیز آغاز میکنیم و بیننده سوالشون این است، گفتن که حکم خواندن نماز جلو شخصی که خوابیده چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اصل در هنگام نماز خواندن این هست که انسان باید سعی بکند در جای نماز بخواند که حضور قلبش بیشتر هست، یعنی مواردی که باعث تشویش خاطر می شوند، ذهن رو منحرف می کنند، مواردی که جلوی روح هست امکان دارد که انسان را به خود مشغول بکند. انسان باید سعی بکند که این موارد را تا حد الامکان کمتر بکند و در جایی که آرام هست و هیچ گونه مشغولیتی به وجود نمیاد در اونجا نماز بخواند. اما به عنوان یک حکم فقهی نماز خوندن پشت سر، ایشون سوالشون بود که جلوی شخصی که خوابیده، یعنی این که انسان وقتی که نماز میخواند جلویش شخصی خوابیده باشد. به صورت کلی فقها این مسئله رو بررسی کردند و نظرشون این است که اگر شخصی جلوی نمازگزار نشسته و رویش به طرف قبله هست و پشتش به طرف این نمازگزار هست، هیچ گونه اشکالی ندارد، هیچ گونه کراهتی ندارد. به طور این مثال یک فردی در صف اول نشسته رویش به طرف قبله هست، یک فردی در صف دوم و سوم پشت سر اون به طرف قبله نماز میخواند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. بسیاری از فقها گفتن در صورتی که یک فردی جلوی قبله شما نشسته و رویش به طرف شما هست، این رو جز مواردی ذکر کردند که مکروه است. و در مورد این که شخصی جلوی نمازگزار خوابیده باشد باز هم اشکال شرعی ندارد. عرض کردم که اصل بر این هست که اگر ممکن هست انسان در جایی نماز بخواند که کسی جلوی رویش نباشد، حرکتی رو نداشته باشد که منجر به تشویش خاطر و متأثر شدن حضور قلب شما بگردد. اما اگر در جایی بودید که یعنی جا تنگ بود، امکاناتی وجود نداشت، شما نمیتونستید در جای دیگر نماز بخونید، هیچ گونه اشکال ندارد. از احادیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این ثابت هست و در صحیح بخاری و مسلم روایات متعددی رو در این زمینه داریم. من جمله این که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی حذاء وسط السریر، که رسول الله صلی الله علیه و سلم مقابل وسط تخت نماز می‌خوندند، یعنی تخت جلوی روشون بود، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روش خوابیده بودند. در ادامه روایت میاد و انا مستجعه بینه و بین القبله، من دراز کشیده بودم بین رسول الله و بین قبله، بر روی تخت بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف قبله نماز می‌خوندند. و از این روایت فهمیده میشه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیدار
بودند، بر روی تخت بودند و میگوید که تکون لی الحاجة فاکره ان اقوم فاستقبله. میگه من وقتی که میخواستم کاری داشتم، میخواستم که بلند بشم، اینو دوست نداشتم که جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای بلند بشم که روبروی رسول الله بشینم. وقتی که از تخت بلند بشه و بخواد بنشینه، روبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه من این کارو نمیکردم، خودمو از تخت میکشیدم، یعنی یواشکی از یک گوشه تخت خودمو در واقع از جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی کاری داشتم بیرون میکشیدم. و همچنین روایت دیگری هم هست، بازم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که در اون روایت اومده کنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجلای فی قبلته. بیاد من جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوابیدم. خب یعنی بحث استراحت شبانه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم که نماز تهجد میخوندن، برمیخواستن و نماز میخوندن، بیاد من وقتی که میخوابیدم طوری میخوابیدم که یعنی اتاقشون تقریبا به این صورت بود که وقتی که من میخوابیدم میگوید که پاهای من جلوی قبله رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی حتی بسیار نزدیک بود که یعنی جای سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. فاذا سجد غمزنی، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن سجده بکنن اشاره میکرد منو، یعنی با دست خودش یعنی دست میزد و اشاره میکرد و من پاهای خودم رو در واقع جمع میکردم. از این روایات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، از این فهمیده میشود که اگر بنابر ضرورت کسی جلوی نمازگزار خوابیده باشد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و نمازش فی ذاته درست است. منتها اگر در مواردی هست که جای دیگری هست، جای آرامتری هست و ساکتتری هست، بهتر است که در اونجا نماز بخونن. اما بنابر ضرورت اگر کسی جلوی نمازگزار نشسته بود یا دراز کشیده بود، هیچ گونه اشکالی در نماز به وجود نمیاد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد تقدیر و قضا و قدر است تقریبا و گفتن که آیا انسان از روز تولدش معلوم است که کافر است یا مؤمن؟ در این زمینه روایتی هست که صحیحاً ذکر کردند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشان میفرمایند ما من مولود الا یولد علی الفطره، هر مولودی و هر نوزادی بر فطرت به دنیا میاد. هر مولودی یعنی تمامی نوزاده ها و مولودها بر فطرت به دنیا می آیند. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر و مادرش هستند که را یهودی یا نصرانی یا مجوسی در واقع به بار می آورند. و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند که او یسلمانه مثلا که یا اون رو مسلمان قرار میدند. از این روایت علما استدلال کردند که اصل بر انسانها وقتی که متولد میشوند اسلام هست، یعنی کسی که به دنیا میاد بر فطرت سلیم، یعنی بر همون فطرت اسلامی در واقع به دنیا میاد. این بعدها محیط هست که انسان را به یک طرف میکشاند، یا یهودی و یا نصرانی یا مجوسی، وگرنه اگر بر حالت اصلی خودش باقی بماند به عنوان یک مسلمان در واقع رشد میکند، بر فطرت سلیم در واقع به دنیا آمده و بعدها وقتی که خودش به بلوغ برسد و یک دینی را انتخاب بکند، حکم اون دین در واقع برایش اطلاق میشود. منتها این مطلب که آیا مشخص هست که فلان انسان کافر می شود یا مسلمان می شود، بله در علم الله متعال مشخص هست. الله متعال بنابر علم فراگیر و کلی رو که الله متعال دارند می داند که فلان انسان نیکوکار هست، فلانی بدکار هست، فلانی خوشبخت هست، فلانی بدبخت هست، فلانی مسلمان می شود، فلانی در واقع کافر می ماند. این در علم الله متعال در واقع هست. منتها همان گونه که عرض کردم این علم الهی یعنی بنیاد تقدیر و اصل تقدیر و اولین نکته و نطفه تقدیر علم الله متعال هست. یعنی الله متعال بنابر علمی که محیط هست، کامل هست و فراگیر هست و آینده را بدون انتها همه را الله متعال میداند، بنابر علمش یعنی مقدر کرده و نوشته که فلان انسان کافر میماند یا فلانی در واقع مسلمان میشود. معنیش این نیست که الله متعال یکی رو مجبور کرده که مسلمان بشود، دیگری رو مجبور کرده که کفر بورزد. یعنی الله متعال میدانسته که فلان انسان با اختیار خودش، با میل و رغبت شخصی خودش مثلا انسان نیکوکاری خواهد بود، در مسیر هدایت گام برمی‌دارد. الله متعال این رو برایش مقدر کرده که فلان انسان الله متعال نوشته که فلانی مسلمان هست، خوشبخت است. و الله متعال میدانسته که فلان انسان بنابر اختیار خودش بدون اینکه اجباری بر سرش باشد، خودش با اختیار خودش راه گمراهی رو در پیش میگیرد و الله متعال این رو برای خودش در واقع نوشته.
به تعبیر دیگر تقدیر به هیچ عنوان بهانه‌ای برای ما قرار نمیگیرد، نه برای کارهای خیر و نه برای کارهای شر. یعنی یک انسانی که نیکوکار هست ما نمیتونیم بگیم که خب ما چیکار بکنیم، فلانی تقدیرش این بوده که نیکوکار باشد. تقدیر یک امر جداگانه هست، سر و راز الهی هست، کسی از آن خبر ندارد. انسان هست که با اختیار خودش هر عملی را که میخواهد در واقع انجام میدهد. کسانی را که ما میبینیم که نیکوکارند، اینها میتوانستند که بدکار بشوند، میتوانستند که راه خلاف و راه فحشا رو در پیش بگیرند، اما با اراده خودشون، با تصمیم خودشون راه هدایت رو در پیش گرفتند. و همچنین کسانی که به گمراهی رفتند، اینها هم میتونستند که مانند نیکوکاران راه اصلاح و راه درستی و راه صداقت و ایمان رو در واقع در پیش بگیرند، اما با اختیار خودشون این کار رو در واقع انجام ندادند. چون که انسان نیکوکار و همچنین انسان بدکار با اراده خودشون کارشون رو انجام میدن، هم نیکی و هم بدی رو انجام میدهند، بدین خاطر هست که الله متعال انسان رو در واقع مؤاخذه میکنند. و اگر انسان در کسب خودش و در انجام اعمالی که میدهد بدون اختیار بود و جبرا این اعمال رو در واقع انجام میداد، نه نیکوکار سزاوار ثوابی می بود و نه بدکار در واقع مستحق عذاب. پس بنابراین این تقدیر سر و راز الله متعال هست در بندگانش و این بر اساس علم فراگیر الله متعال هست و تقدیر بهانه‌ای برای هیچ کسی نمیتواند باشد، نه برای نیکوکاران و نه برای بدکاران. اما برای الله متعال تمامی اتفاقاتی که تا روز قیامت و بعد از قیامت تا آینده بلا انتها اتفاق میافتد، الله متعال از تمامی جزئیات و تمامی موارد در واقع خبر دارد و این خبر داشتن و علم الله متعال به معنی تقدیر است. آنچه را که اتفاق میافتد همه را الله متعال در لوح محفوظ در واقع ثبت کردند و این است معنی این که ما میگوییم که الله متعال میداند که فلانی مسلمان هست یا فلانی کافر است. جزاکم الله خیر بابت این توضیح که دادین. بیننده بعدی گفتن که ما میخواهیم از یک نفر ماشین بخریم. این ماشین 13 میلیون است، ولی چون ما میخواهیم قسطی بگیریم 14 میلیون باید بدیم. آیا این کار ما از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ معامله قسطی از نظر شرعی با توجه به شرایطی هیچ گونه اشکال ندارد، سابقه دارد و یا نمونه دارد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیشتر علما در این زمینه از کتابت بریره استدلال میکنند که صاحبش بریره رو که یک کنیزکی بود اون رو آزاد کرده بود، یعنی مکاتبش کرده بود در مقابل این که اگر اشتباه نکنم در هر سال یک اوقیه رو در واقع بپردازد، یعنی قسطی اون رو در واقع آزاد کرده بود. از این روایت علما استدلال میکنند که معامله قسطی جایز هست، یعنی همان گونه که معامله نقدی جایز هست، معامله قسطی و نسیه هم بنابر ضرورت مردم و به خاطر سهولت در واقع جایز هست. منتها یک شرایطی در این زمینه هست که اینها رو باید مد نظر قرار بدن. نکته اول این است که نوع معامله باید معلوم باشد. نوع معامله باید معلوم باشد که این معامله نقدی هست یا اینکه قسطی هست. این گونه نباشد که مشتری به در واقع خریدار اختیار میدهد که اگر نقدن آوردی من اینقدر میگیرم قیمتش این هست، اگر نسی آوردی قیمتش این اندازه هست. مشخص باشه که این معامله که الان انجام گرفته، خرید و فروشی که انجام گرفته آیا قسطی هست یا اینکه نقدی هست و قیمتش بر اساس نوع معامله مشخص بشود. قیمت نقدیش به طور مثال 13 میلیون، قسطی مثلا 14 میلیون، مشخص باشد که این معامله در میان خریدار و فروشنده در واقع انجام شده و با یک ماهه هست یا 6 ماهه هست، یک ساله هست یا نقدی یا قسطی، هر صورتی که باشد باید معلوم باشد. اگر نامشخص باشد این بیعتین فی بیعه هست، یعنی دو معامله در یک معامله صورت گرفته، یعنی در یک شکل صوری و ظاهری دو معامله انجام گرفته، یک معامله نقدی، یک معامله در واقع قسطی. حالا مشخص نیست که کدوم یکیش الان معتبر هست، کدوم یکی اتفاق میافتد. دو معامله با یک عقد در واقع هستند. این از نظر شرعی اشکال دارد و درست نیست. اما اگر مشخص باشه که این معامله قسطی هست، 6 ماه بعد پول ماشین رو بیار و قیمتش هست 15 میلیون 16 میلیون، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. این شرط اول هست. و شرط دوم این که قسط و مشخص باشه، هم مقدار قسطی که میدهند و هم زمان در واقع پرداختش، که این بعدها منجر به اختلاف یا منجر به در واقع نزاع نگردد در میان دو نفر. و نکته دیگری که در این زمینه مهم هست و نکته سوم این است که محاسبه سود پول باقی مانده رو نباید بکنن.
یعنی اگر مشتری میگوید که این کالا ماشینی که من میخوام بفروشم قیمتش 13 میلیون هست و اگر شما بخواهید که مثلا 1 سال بدید 13 میلیون پول من پیش شما باقی میماند و این 13 میلیون رو مثلا نمیدونم 10%، 20% یا که بیشتر از این 30-40% حساب میکند و نهایتا میگه که سود پول من در 1 سال اینقدر میشود، بنابراین قیمت ماشین 1 ساله این اندازه هست. این از کار اشتباهی است. یه قیمتی رو مشخص بکنند، قیمت نقدیش این هست، قیمت قسطیش این هست و این اضافه بودن قیمت قسطی به خاطر محاسبه سود پول در واقع نباشد. اگر این گونه باشد این یک نوع حیله هست برای ربا که از نظر شرعی در واقع این جایز نیست و ربا محسوب می شود. و شرط دیگر این است که یعنی دیرکرد نداشته باشد. یعنی به مشتری مثلا میگه این قیمت ماشین هست 6 ماهه میخوام به تو بدم 14 میلیون، اما اینو قید نکنن در معامله که اگر از 6 ماه بیشتر گذشت و نمیدونه 7 ماه شد 14 میلیون و 500 مثلا میگیرم یا بیشتر میگیرم. دیرکرد در واقع نداشته باشد. در این صورت این معامله قسطی جایز هست و اشکال نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی با سوالشون در مورد سوالای فقهی و زکات هست. گفتن که خانمی زکات طلا را به شوهر خود میدهد. حالا اگر دوباره به نسبت ضرورت خانه یا اولاد از شوهر خودش تقاضای پول کند و شوهر از همان پولی که به او داده به همسرش به زنش دوباره بدهد تا مصرف خانه بشود، آیا این کار اشکال دارد یا نه؟ در مورد زکات یکی از موارد مسلمش یعنی فقرا و مساکین هستند. یکی از مصارف زکات فقرا و مساکین هستند، کسانی که در واقع نیازمند هستند، فقیرند یا مسکینند، هیچی ندارند یا به اندازه در واقع کفایت خودشون نداشته باشند، زکات برای اونها در واقع جایز هست. در مورد زکات به شوهر یا به فرزندان که زن بخواد این زکاتش رو به شوهرش بدهد یا اینکه به فرزندان بدهد، جمهور علما در این زمینه معتقد هستند که جایز هست، اشکالی نداره. مانند امام شافعی رحمت الله علیه و صاحبین یعنی شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف و امام محمد گفتند که جایز، اشکال نداره. و همچنین در مذهب امام احمد و امام مالک رحمت الله علیهم اجمعین یکی از اقوال این است که اشکالی ندارد، یعنی زن میتواند که زکات مال خودش رو در واقع به شوهر بدهد. و دلیلی که در این زمینه هست یه دلیل متفق علیه هست، یعنی دلیلی هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم ذکر شده، از روایت متعددی رو دارد. روایت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هست و همچنین روایت زینب هست همسر عبدالله ابن مسعود. جریان از این قرار بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان رو تشویق کردند، گفتند که شما صدقه بدید ولو من حلی کن، ولو اینکه از زیورالاتتون هم که باشه، از همین لوازم در واقع زینتی طلایی که میپوشید از این هم که شده، شما این مقداری رو صدقه بدهید. اتفاقا یعنی 2 نفر این اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند. یکی از اونها زینب همسر عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بود. وقتی که زینب میخواست که صدقه بدهد، یک انگشتری غالبا میخواست که صدقه بدهد، حضرت عبدالله ابن مسعود گفت که چرا اینو به کسی دیگه میدی؟ سزاوارترین کسی که تو بهش صدقه بدهی منم و فرزندان من، یعنی شوهرش در واقع بود. زینب رضی الله تعالی عنها اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، زعم ابن مسعود انه و ولده احق من تصدقت به علیهم. ابن مسعود نظرش اینه و میگوید که من مستحق ترم به زکاتی که تو میخوای بدی. اگر قراره که زکاتی بدی، در لفظ روایت صدقه اومده، اگر قراره که صدقه رو بدی من و فرزندانم حقدارتر هستم. اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. تا اون 2 نفر از زنان اومده بودند و همین مشکل رو داشتند بنابر روایت زینب رضی الله تعالی عنها که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو سوال کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صدق ابن مسعود رضی الله تعالی عنه در آخر راست گفته که زوجک و ولدک احق من تصدقت به علیهم، شوهرت و فرزندانت بهترین کسانی هستند که تو بر اونها میتوانی که در واقع صدقه بدی. بنابر روایت خود حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، این روایت عبدالله بن مسعود بود و در روایت زینب رضی الله تعالی عنها اومده که هم صدقه هست و هم قرابه
هست، یعنی هم صدقه هست و هم صله رحم در واقع شمرده میشد. بنابراین روایت عرض کردم که اکثر علما نظرشون بر این هست که صدقه دادن به زن در واقع جایز هست، اما عکسش جایز نیست. عکسش جایز نیست. صدقه دادن شوهر صدقه مال خودش رو به در واقع زن بدهد. علتش چی هست؟ این دو مسئله با همدیگر تفاوت دارند. این دو تا مسئله با همدیگر تفاوت دارند. علتش این است که بر شوهر واجب هست که نفقه زن و فرزندان خودش رو بدهد. درست. بر شوهر واجب هست از نظر شرعی، دادگاه شرعی ملزم میکند، مجبور میکند این شوهر رو که حتما باید نفقه و خرج زن و فرزندان خودش رو بدهد. پس بنابراین به کسی که از نظر شرعی نفقه اون بر شما واجب هست زکات دادن به اون لازم یعنی جایز نیست. یعنی این یک نوع فراری هست از زکات دادن و به جای این که در واقع خرجشون رو تأمین بکند، هزینه زندگی و نفقهشون رو بدهد، همون زکات رو در واقع در اینجا مصرف میکنند. اما بر زن واجب نیست که خرج شوهر و فرزندانشون بدهد. خرجی و هزینه زندگی تأمینش برگردن شوهر هست نه برگردن زن. چون که برگردن زن چیزی نفقه لازم نیست، پس بنابراین میتواند که تبرع بکند و نفقه بکند یا اینکه در واقع زکات مال خودش را به شوهرش بدهد. منتها در این زمینه شرطش این است که حتما شوهر جز کسانی باشه که صدقه به اون تعلق میگیرد، یعنی زکات به اون تعلق میگیرد. مانند اینکه انسان فقیری باشد که و تنگ دست باشد، نمیتواند که مخارج زندگی رو تامین بکند و زن این رو به خاطر فرار از در واقع زکات این کار رو انجام نده. یعنی به صورت یک تبانی نباشد که به طور مثال زن از شوهر طلب میکند که من فلان وسیله رو میخوام، فلان کالا رو برای من بخر، شوهر میگه خب زکات مال تو به من بده تا اینکه برم فلان وسیله رو کالا رو برای تو بخرم. این فرار از در واقع زکات دادن است. اما اگر واقعا شوهری کاری نداشته باشه، تنگ دست باشه و هدف هم فرار از زکات در واقع نباشه و حیله شرعی که ناشرعی هست در واقع نباشه، در این صورت انشاءالله اشکال نداره، زن میتواند که زکات مال خودش را به شوهر فقیر خودش هم بدهد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد یک روایتی است که گفتن که آیا روایت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حصنی امن من عذابی در منابع اهل سنت وجود دارد یا نه؟ به صورت کلی در مورد این مطلب، یعنی در مورد لفظ عبارت نه، در مورد این که لا اله الا الله این فضیلت رو داره، روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده که هر کسی که بگوید لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه، کسی که خالصانه لا اله الا الله رو بر زبان بیاورد از ته دل، یعنی مسلمان بشود، این در واقع وارد بهشت می شود، گرچه به خاطر گناهانش احتمال دارد که الله متعال رو عذاب بیند به اندازه گناهانش، اما نهایت و سرانجامش انشاءالله که بهشت خواهد بود. اما روایتی که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، این روایت صحیحی نیست و تمامی این روایت برمیگرده به یک راوی به نام ابوالسرت عبدالسلام ابن صالح حروی که یکی از راویان شیعه هست، یک راوی شیعه هست که عقیلی دربارش میگه کان رافضی خبیثا، یک رافضی خیلی در واقع بدی بوده و در بعضی جاها گفته که کذاب هست. امام احمد و دیگران هم اینو در واقع گفتند که ضعیف منکر الحدیث هست. پس بنابراین روایتش از نظر سندی نمیتواند که روایت صحیح قرار بگیرد. این جمله لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی فقط امن عذابی این سند صحیح نداره و در کتاب‌های مختلفی در واقع ذکر شده، اما علما تصریح کردن بر این که روایتی هست که این ابوالسلط حروی رو روایت کرده و این منکر الحدیث و ضعیف و رافضی بوده که و همچنین کذاب بوده، پس بنابراین روایتش نمیتواند که صحیح باشد و این روایت هم در کتاب کنز الاموال و بقیه کتاب‌ها ذکر شده. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و از بینندگان هم دوباره مثل همیشه تقاضا دارم که لطف کنید سوالها را آماده بکنید و بعد تماس بگیرید. بیننده بعدی گفتن که آیا شوهر مادر محرمه یا نه؟ و در مورد محرمیت سوال دیگری هم اومده است که بیننده گفتن شخصی با دختری ازدواج کرد، چند ماهی با هم زندگی کردن، به خاطر یک سری مشکلات از هم جدا شدن. آن زن بعد از طلاق
با فرد دیگری ازدواج می کند و صاحب دختری می شود. دختر بزرگ می شود و شوهر قبلی زن به خواستگاری آن دختر می رود. مسئله اینجاست که آیا شوهر قبلی می تواند با دختری ازدواج کند که قبلا مادرش همسرش بوده یا نه؟ سوال دومی رو من این گونه متوجه شدم که یک فردی با یک زنی ازدواج کرده. درست. در مرحله اول با یک زن ازدواج کرده و بعدها این زن رو طلاق داده و این زن رفته با شوهر دیگری ازدواج کرده. از شوهر دوم الله متعال بهش دختری داده. حالا این دختر بزرگ شده، آیا این دختر یعنی اون شوهر قبلی این مادر میتواند با این دخترش که از مرد دیگر هست میتواند ازدواج بکند؟ این دو سوال در واقع یکی هستند مفهومشون، که اون در سوال اولی گفته بود که شوهر مادر محرم هست و در این زمینه گفته که شوهر مادر در واقع با دخترش که از شوهر دیگری هست در واقع ازدواج بکنه. شوهر مادر جز محرمات و یعنی موارد کس که حرمتش ابدی هست، حرمتش در واقع ابدی هست. یعنی اگر کسی با یک زنی ازدواج بکند با فرزندان اون زن و محرم می شود. یعنی شوهر مادر با تمامی فرزندان اون مادر در واقع محرم هست، هم با خودشون و هم با نوه و نتیجهشون، هم با خودشون هم با نوه و نتیجهشون. یعنی تمام فرزندان اون خانومی که این مرد باشه ازدواج کرده برای شوهرش در واقع جز محرم ها قرار میگیرند و جز محارم ابدی هستند. یعنی همیشه، ولو اینکه مادرشون بمیرد، ولو اینکه مادرشون رو در واقع طلاق بدهد، ولو این که مادرش بمیرد یا مادرش رو طلاق بدهد، باز هم در واقع فرزندانش با اون شوهر در واقع چکار میشوند؟ برای ابد و برای همیشه در واقع حرام هستند. فرقی نمیکنه که این دختری که این خانم داشته از ازدواج قبلی بوده باشه، قبل از این که این آقا با این خانم ازدواج بکنه یک شوهر دیگر داشته، از اون دختری رو داشته باشه، اونم جز محارمش هست. و همچنین اگر این شوهر زن رو طلاق بدهد، این زن برود با یک شوهر دیگر ازدواج بکند و بعدها الله متعال بهش فرزندانی بدهد، این فرزندانی که بعداً به دنیا آمدن باز هم با اون شوهر قبلیش محرم هستند، با شوهر قبلیشون در واقع محرم هستند و این محرمیت ابدی هست، محرمیت ابدی هست و در یعنی خود اون دختران هم محرم هستند، دختران فرزندانش همشون تا آخر که بروند همشون جز محرم ها در واقع شمرده میشوند. و دلیلش هم آیه محرمات هست، آیه 23 سوره نساء که الله متعال در واقع وقتی که محرمات رو در اونجا بیان میکنه در آخر آیه میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ربیبه هایی که شما دارید، ربیبه یعنی فرزند زن شما، دختر زن شما، اون زنانی که شما با اونها نزدیکی کردید، یعنی ازدواج کردید و با اونها در واقع مقاربت کردید، دخترانشون و دخترانشون برای ابد برای شما در واقع حرام هستند. در اینجا یک نقطه خیلی مهمی در اینجا وجود دارد. به محض این که یک مردی، به محض این که یک آقای با یک دختری ازدواج بکند، به محض این که ازدواج بکند با یک دختری، مادر این دختر، مادر بزرگ این دختر برای این مرد چکار میشوند؟ حرام میشوند. به مجرد نکاح، یعنی این که یک مرد و یک دختر با همدیگر عقد بستند، هنوز ازدواجی صورت نگرفته، یعنی این که مراسم ازدواجی باشند و با همدیگر زندگی کردند. به محض این که یک آقایی با یک زنی ازدواج بکند، مادر اون زن، مادر بزرگ اون زن چیکار میشوند؟ برای این مرد در واقع حرام میشوند به مجرد ازدواج. یعنی فقط عقد خونده بشه بر هم دیگر چیکار میشوند؟ حرام میشوند. اما عکسش این گونه نیست. اگر یک مردی با مادر یک دختری ازدواج کرد، اگر یک مردی با مادر یک دختری چیکار کرد؟ ازدواج کرد، آیا اون دختر به مجرد عقد حرام میشه؟ نه، به مجرد عقد حرام نمی شود. اگر این مرد با این مادر این دختر ازدواج کرده باشد و همبستری کرده باشد، پس بنابراین دختران این خانم بر این مرد چیکار می شوند؟ حرام می شوند. تا زمانی که همبستری نکرده باشد دخترانش در واقع حلال هستند. اومد عقدی رو بست با مادر، اول عقد بست با مادر، دوباره پشیمان شد میخواست دختر رو بگیری، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. میتواند که مادر رو طلاق بدهد و با دخترش چیکار بکند؟ ازدواج بکند. اما برعکسش یک مردی اومد با یک خانمی در واقع عقد بست،
با یک خانمی در واقع عقد بست. بعداً میخواست این خانم را طلاق بدهد و با مادرش ازدواج بکند. در این صورت جایز نیست. به مجرد عقد کردن مادر اون خانم چیکار میشود؟ حرام میشود. اما تنها با عقد مادر دختر حرام نمیشود. حتما بنابر این آیه که عرض کردم حتما باید دخول و همبستری صورت بگیرد. و عرض کردم که شوهر مادر جز محارم ابدی و محرمات ابدی هست و برای همیشه در واقع محرم باقی میماند و ازدواج با دختران اون خانم برای این شوهر قبلی به هیچ عنوان جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز نیز وصله و دوباره از بینندگان عزیز درخواست دارم که لطف کنید شما تماس ها سوال ها رو آماده بکنید و بعد تماس بگیرید. اولین بیننده رو میگیریم. السلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید بیننده گرامی. از بینندگان عزیز خواهش هم دارم که وقتی تماس میگیرن منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، بلکه بلا فاصله با ما صحبت بکنن، چون که صدا کمی دیرتر میاد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. در ما صدا رو نمیشنویم، شاید مشکل از تلفن باشه. درست، چون که در مشکل پیش اومد و دوباره به سوالهای SMS برمیگردیم. بیننده پرسیدن که هر کی شراب خورد و یا مواد مخدر مصرف کرد و روز جمعه فوت کرد، خداوند اونو میبخشه یا عذاب داره به خاطر فوت در روز جمعه؟ در مورد فضیلت یعنی وفات کردن در روز جمعه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل شده. روایت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه هست که در سنن ترمذی در واقع ذکر شده که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما من مسلم یموت یوم الجمعه الا وقاه الله عذاب القبر. هر مسلمانی که در روز جمعه در واقع از دنیا برود، الله متعال او رو از عذاب قبر در واقع نجات میدهد. منتها این روایتی هست که از نظر سندی هم اشکال دارد. علامه ابن حجر رحمت الله علیه این روایت رو روایت ضعیفی میدونند. حتی خود امام ترمذی رحمت الله علیه وقتی که این روایت رو ذکر کردن در سنن ترمذی، در اونجا در ادامهش میگه هذا حدیث غریب، این حدیث یک حدیث غریبی هست و اسناده یعنی لیس بمتصل، سند متصلی رو در واقع ندارد، یعنی این که این روایت یک روایت مرسلی هست. اما شیخ البانی رحمت الله علیه به خاطر کثرت طرق و متابعاتی که در واقع این روایت دارد گفتند که این روایت در حد حسن یا در حد صحیح میتواند که برسد، در حد حسن یا صحیح میتواند که برسد، بالفرض این که این روایت در واقع صحیح باشد. بالفرض صحت این روایت در واقع در این روایت نیومده که هر کسی در روز جمعه بمیرد الله متعال تمامی گناهانش را معاف میکند. فقط ویژگی که در این اومده هر کسی که در روز جمعه بمیرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عذاب قبر الله متعال از اون در واقع برمی‌دارد. این فضیلتی هست که در این زمینه اومده. اما گناهان دیگری رو که انسان انجام داده، اگر انسان توبه بکند قطعا الله متعال در واقع توبه انسان مسلمان رو میپذیرد و اگر انسان مسلمان بدون توبه از دنیا برود، این در داخل مشیت الله متعال هست، یعنی خواست الله متعال هست. چه بسا که الله متعال اون رو ببخشد بدون توبه، البته در صورتی که با ایمان از دنیا برود، یا اینکه الله متعال صلاح بر این ببیند که این انسان رو در واقع مؤاخذه بکند و عذابش بکند. اما این که انسانی که روز جمعه بمیرد گناهانش را الله متعال معاف میکند، چون این روایتی رو نداریم. روایت فقط در این زمین هست هر کسی که روز جمعه بمیرد الله متعال او را از عذاب قبر در واقع نجات میدهد. روایتی با این مفهوم که هر کسی در روز جمعه بمیرد الله متعال گناهانش را میبخشد یا وارد بهشت میشود، چون این روایتی رو نداریم. جزاکم الله خیر. ان شاء الله که تماس بینندگانم مشکلش حل شده باشه و
دوباره تماس ها رو میگیریم. اولین بیننده السلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. چند سوال داشتم برادر عزیزم. سوال اولتون؟ شوهرم خیلی نامحرم گپ میزد، گفته میشه که گپ نزن گناه داره. خیس مرا زد، وقتی که مرا که زد خفه کرد. باز من وقتی که 2 دقیقه 3 دقیقه شد نفس قریب قید شده بود، نرفتم بیخ تفلسه کرده باش، برای روش اینمی برای گردنش کنده شد. آلی مرا دوای بد کرده، در فامیلم گفته که مرا زده، خانم مرا زده. آلی فامیلم بسر من زنگ زده چرا زدی خود شوهر؟ من نزدیم، مرا خفه کرده، از بسری من تهمت زده، گفته که مرا زده و مرا گفت من نگرفته و سری من چی کرده این گفت زده. آلی مرا دوای بد داره، نگه تو در جنت نمیروی. درست. سوال دیگه هم، سوال بعدیتون؟ بله یک سوال دیگه هم داشتم که میگه. بله دارن تماسشون قطع شد، دوباره تماس بگیرین انشالله ادامه سوال پرسیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، در خدمت شما هستم. استاد یک سوالی داشتم، این بود که این کسانی که میگویند قرآن رویای پیغمبر هست و پیغمبر در خواب اینها رو دیده مانند سروش و اینها، آیا اینها ضروری دین میشن و اینها از اسلام خارج میشن یا نه داخل در اسلام هستن و هنوز میتونیم به اینا بگیم مسلمان؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله؟ سوال دیگه هم دارین؟ اشاره پاسخ میدیم. اینها میگویند پیغمبر درست. رویای رسولانه هستش قرآن و کلام پیغمبر نه خدا. سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت کنیم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. یک دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ مسلمانی که از لقمه حرام تناول میکند دعایش 40 روز قبول نمیشه میگن. یکون همین حدیث روایت هست. سوال بعدی؟ ما در شهر مسافرت قرار داریم، در نماز جمعه اشتراک کرده نمیتونیم، آیا ما گناهکار میشیم یا نه؟ یعنی سفرتون چند روزه است یا کلا خارج از کشور زندگی میکنید به خاطر کار؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. این تماس قطع شد. بله. ما در شهر مسافرت هستیم، اینجا ما 9 ماه 1 سال میشد. درست. یعنی اونجا مستقر هستین در واقع؟ یعنی سفرتون 1 روزه 2 روزه نیست و اونجا مثلا مشغول کار هستین دیگه؟ نه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ از فرصت استفاده برده من یک برادران اسلامی رو تبریک میکردم اگر اجازت باشه. درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. از طریق گوشی همونطور که صحبت میکردیم ادامه بدیم بیننده گرامی. ببخشید چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول این که مثلا اگه بخوای زکات برای کسب بده برای فامیل میشه یا مثلا پسرای کسب میشه برای فامیل بده؟ یعنی فامیل منظورتون اقوام نزدیک یا همسرتونه؟ آره اقوام نزدیک، مثلا میتونه زکات یتیم به یتیم بده. درست. مثلا بیوزن باشه مثلا برای فامیل. درست. سوال بعدی؟ سوال دومم تو شبکه دلالت داشت که بنده خدا زنگ میزد، من نگاه میکردم
میگفت کس اگر سر نماز باری ازش کنده بشه یا چیزی دیگه، این نمازش مثلا در شک هست. خب نفهمیده، مثلا این نفهمیده که بار کنده شده، فقط در شک هست، نمازش یا وضو باطل نمی شود. سوال بعدی؟ سال بعدی ندارم. زنده باشید، خدا نگهدار. سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خیلی باش. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوالی داشتم. آیا کسی که برای خود رو اصلاح و ختم کنه گناه داره یا نداره؟ کسی برای خودش رو؟ بله؟ دوباره سوال پرسین؟ میخواست کسی که به حساب مشکل زایمان داره میگه برای پیش ملای خود رو ختم کنی، یک کار درسته یا نه؟ گناه خود نداره. وقت یعنی چی؟ این کلمه مثلا یکی مثلا چند سال ازدواج کرده تا فرزند نشده، میگه برای پیش از ملای خود رو ختم کنی خوبه؟ آیا ختم کردن کار خوبه یا نه؟ گناه داره یا نه؟ به خاطر میخواست بپرسید. درست. سوال دیگه دارین؟ نه دست درد نکنه، خیلی از ممنون از برنامه، خیلی خوب شما. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. آقا ما یک سوال داشتیم که مادر و پدرمون زنده است، همین دنیا است، الحمدلله. بعد پدرمون زندانه، بعد من بخوام برم مکه، باید اول پدر مادرم بپرسم یا نه؟ بعد خودم میتونم برم، مشکلی نیست. یعنی خود شما؟ من با خانومم میخوام برم مکه. بله. پدر مادرم هم زنده در حیاتم و پدرم زندانه. درست. مادرم خودم آلمان هم، مادرم افغانستانه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیرنده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سوال اولی سوره کف سنت مؤکد است که باید، یعنی تاکید شده که باید پیش از نماز جمعه روز جمعه خوانده شود یا نه مثلا دمی روز جمعه باید خوانده شود؟ درست. و سوال دومی که من خودم روزای دمای 3 روز مثلا روزای 13 و 14 و 15 هر ماه قمری رو روزه میگرفتم و در این ماه یک میمون داشتم که تصادف دمی روز آمد، دمی 3 روز اینا همیشه بودن، منتها من روزه من نخوردم به خاطر که اونا زیاد تاکید کردن که روزه سنت از بخور، مگم وقتی که دیدم اونا خودشان اهل نماز نبودن، اهل روزه نبودن، روزه سنت هیچ وقت نمیگرفتن. من گفتم من به خاطر شما که شما نماز نمیخوانین من روزه هیچ وقت نمیخورم. اگر یک میمونمی بود که با تقوا بود به خاطر از اگر میخوردم شاید گناه می بود یا نمی بود، یا گفتم بعد از علما پرسان میکردم. درست. و سوال سومی که کسانی که منتظر می باشن که ماه رمضان بیاد که باز ماه رمضان روزه بگیرن و نماز بخوانن، دیگه وقت باز دیگه دوباره به حساب قطعش کنن یا قاطش کنن یک جای بگذارنش برای سال دیگه، حکم از این کسا چی است؟ درست. سوالی دارین؟ سوال چهارمی هم که میخوایم که از استاد یک در شروع در وسط برنامه یا آخر برنامه یک دعا کنن برای ملت مظلوم فلوجه که توسط دواشی که میخواین اهل سنت از بین ببرن، داعش و همچنان رافیزی ها، یک دعا کنن که ما را خداوند از شر از این ظالمان نجات بدن انشالله. دیگه یک جان تشکر از شما و از برنامه‌های زیبای شما. یک جان تشکر. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیان رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. سلامت باشید. من یک سوال داشتم که اگر متوفا یک رنگ ناخون دست داشته باشه و با مو فوت شده، آیا اجازه پاک کردن رنگ ناخون از رو داریم یا نداریم؟ سوال دیگه ندارین؟ نه تشکر. همین سوال. سلامت باش. تشکر میکنم از شما.
سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال دارم ما. بفرمایید سوالتون. صدای من استاد؟ بله صداتون هست و سوالتون رو بپرسید. از دوباره گپ میزنم. دمای مبارک رمضان یک نفر که فوت کنه و میگن که دروازه دوزخ بسته است، از او میتش سوال نمیشه. این باز اورش میگه، باز علما میگه که باز دیگه که رمضان خلاص شد سوال جواب ازش میشه. این میره بعد ما جوابشو استاد محترم بگو با ما بده انشالله. خدا نگهتون باش، موفق کامیاب. سلامت باش. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خسته نباشین آقا. سلام علیکم. یه سوال شرعی داشتم خدمتتون. بفرمایید سوالتون. الو. بفرمایید منتظر سوالتون هستیم. بله ببخشید. این خدمت شما شد این برنامه‌های توضیح می‌ذارید پخش بکنید خیلی عالیه، ولی متاسفانه ما یک علمایی می‌بینیم که خب اینا صوفی هستن، حالا میگن حنفی هم هستیم، ولی خب تو مراسمات صوفی شرکت میکنن. اینا چه میدونن صداشون رو تکون میدن، ذکر میگن، از حالت عادی خارج میشن. اینا واقعا مناسب توحیده یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سال ما گذشتگان ما همچین بدعت هایی داشتن یا نه اصلا؟ درست. نظر شما رو میخواستم بدونم و شما اعلام بفرمایید. انشالله. خیلی ممنون از زحماتتان. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو باز کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من عبدالله از روسیه. آقا عبدالله عزیز از روسیه. سوالم این که در سفر این نماز یک جو خونده میشه و در اول وقت یعنی دو نماز رو یعنی به یک جو سفر میکنید، دو رکعت عصر در وقتی ظهر خونده در سفر کردن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر زیاد. سلام علیکم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. احسان هستم از تاجیکستان تماس میگیرم. آقا احسان از تاجیکستان بفرمایید. سوال یکم این که بعد از رکوع برای سجده کردن اول دست رو بر زمین گذاشت یا زانوها رو؟ سوال دوم این که قبل از این چند رکعت نماز سنت است و قبل از نماز از فرض نماز پیشین چند رکعت است و بعد از چند رکعت؟ سوال سوم در تلفن وقت قرائت میکنم گوش میکنم، من خواب میبرم بعد در همین صورت گناهکار میشم یا نه وقتی من قرائت دوام تیا؟ درست. سوال مشخصه. وقتی قرائت میکنم قرائت گوش میکنم خوابم میگیره. سلامت باش. باش. بیننده بعدی رو باز کنید. سلام علیکم بفرمایید. ببخشید دوباره تماس گرفتم. خواهش میکنم. سوال دویم بود که شوهرم نمیتونه در خانه مساعدی خانه را بیاره، نمیتونه سه تا طفل نگاه نمیتونه، یک همسرش مست نمیتونه. میگه من میرم دیگه زن میگم مثلا خوته باشه مرا طلاق بودی برو دیگه زن بگی قانون مشاکل هستم. میگه توی جنت نمیبینی. بله میگه طلاق گرفتی ناله دی خدا را سرت میگه.
من سوال از شیخ صاحب ایچی بکنم تمام دیگه سوالش خداحافظ. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من میخواستم با آخر نامه دارم. یکی صداتون رو بلندتر کنین، خیلی صدا پایینه. بعد از برنامه میخواستم همراه آخر نامه صحبت. انشالله باذن الله بعد برنامه تماس بگیرین صحبت کنین انشالله. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و رحمت الله و برکاته خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. یک چند سوال داشتم از جناب استاد. عایشه هستم از افغانستان، با تماس میشم. در خدمت شما هستیم. سوال اولتون تراویح 8 رکعت است یا 20 رکعت؟ علمای افغانستان میگه که 8 رکعت نیست. میشه که استاد بزرگوار در این باره بر ما توضیح بده؟ سوال بعدی. و سوال دومی، آیا ایمان کم و زیاد می شود؟ دیگه نماز جماعت برای زنان چی حکم دارد؟ و سوال چهارمی میسته که چرا ما در هر رکعت نماز سوره فاتحه رو میخوانیم؟ در قرآن کریم آمده است که فقره ما تیسر من القرآن. میشه که استاد بزرگوار در این باره به ما توضیح بده؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگه از استاد بزرگوار خواهش میکنم که بر ما دعا کنند. انشالله. تشکر از برنامه زیبایتان. وقتتان خوش. خداحافظ. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. حبیب الله هستم، از ایران مزاحمتان میشم. آقا عبیدالله در خدمت شما هستیم. ببخشید ما اولی که از این سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همچنان استاد بزرگوار و بیننده های شما. برنامه خوبتان همیشه ما دنبال میکنیم. سلامت باشه. من برنامه قبلیتان رو دنبال میکردم. جناب مولوی صاحب فرمودن که بهترین دعا در حالت سجده است. خب همین رو میخواستم سوال بکنم که همین سجده در نمازهای فرضی و سنت باشه یا نه در حالتی مثلا سجده خاصی داره بعد از اینکه مثلا یا در حالت نماز فرض بعد از سبحان ربی الاعلی آدم میتونه هر دعایی بکنه یا هر خواسته ای از خداوند داشته باشه سوال بکنه یا در سجده خاصی داره. همین میخواستم یک سوال از شما داشته باشم. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. سلامت باشین. خداحافظ. شما روز خوش. تشکر میکنم از شما. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد نشان از سرمدی دارد بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است
بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است. بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن. بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول سوالشون این بود، گفتن که شوهرشون با نامحرم صحبت و گپ میزنن. من هم گفتم همیشه اعتراض میکنم و چند بار اونو زده، یعنی زنشون زدم و گفتن که زنش هم گفت که من هم او رو یک بار زدم و با او دعوا کردم و گفته که با این کار چون که منو زدی روی بهشت را نمیبینی، آیا گناهی بر من هست یا نه؟ در مورد اختلافاتی که در دامنه زندگی زناشویی در واقع اتفاق میفتد، زن و شوهر باید با درایت کامل و عاقبت اندیشی باید این مشکلات رو در واقع حل بکنن، با احساسات زودگذر و به هیچ عنوان نباید در صدد این باشند که اون معرکه و اختلافی رو که به وجود آمده به هر قیمتی که شده اون رو به نفع خودشون در واقع تمام بکنن. اما در مورد سوال این خواهر عزیزمون، این گونه نیست که شوهرشون گفتند و اگر شوهر کار خلاف شرعی رو مرتکب شد و کار حرامی رو انجام داد، این وظیفه زن هست که اون رو تذکر بدهد، دعوت بدهد، امر به معروف و نهی از منکر بکند. همان گونه که اگر عکسش اتفاق افتاد، اگر زن دچار کار خلاف و عمل ناشرعی شد و منکری رو انجام داد، شوهر باید اون رو تذکر بدهد. اما این تذکر باید با موعظه حسنه باشه و با حکمت باشه و
و با دیده و دانسته و با بهترین اسلوب و روش باید باشه. و بالفرض این که اگر شوهر بخواهد که بدون دلیل و به صورت ناحق زن خودش را ضرب و شتم بکند و زن در مقابل از خودش دفاع بکند، هیچ گونه کار خلافی رو در واقع انجام نداده. این حق زن هست که در واقع از خودش دفاع بکند، به خاطر اینکه زن از خودش دفاع کرده یا دستی رو بلند کرده یا نگذاشته که در واقع شوهر اون رو ضرب و شتم بکند، در این صورت گناهی بر زن در واقع برگردنش نیست و کار خوبی رو کرده که از خود دفاع کرده، کار خوبی رو انجام داده و به خاطر اینکه دفاع کرده از خودش، به خاطر این تعدی ظالمانه‌ای که شوهر می‌خواست بر اون تعدی بکنه و اون رو ضرب و شتم بکنه، هیچ گونه گناهی رو مرتکب نشده. این به معنی عقوق یا به معنی در واقع انجام ندادن حق شوهر نیست. حق شوهر این نیست که زنش رو بزند و زن در مقابل در واقع سکوت بکند. زن هم حق دارد که در مقابل از خودشون در واقع دفاع بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این است گفتن که کسانی که میگویند قرآن کریم رویای رسول الله صلی الله علیه و سلم از وحی نیست، آیا این اشخاص از اسلام خارج میشوند یا مسلمان هستند؟ در مورد کلام الله متعال که قرآن به اتفاق مسلمانان کلام الله متعال هست، به اتفاق تمامی مسلمانان قرآن کلام الله متعال هست و در تعریف قرآن وقتی که قرآن رو تعریف میگند که میگند کلام الله المنزل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کلام الله المعجز، کلام معجزه برانگیز یا اعجاز آفرین الله هست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نازل شده. و صفت کلام یکی از صفتهای ثابت الله متعال هست که در قرآن کریم دلایل دارد، در حدیث دلایل دارد، از نظر عقل و نقل در واقع دلایل بسیار زیادی رو دارد. و به اتفاق اهل سنت و الجماعت و تمام مسلمانان قرآنی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده کلام در واقع الله متعال هست و خصوصا حتی در مواردی که الله متعال دستور داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که این گونه بگو، مانند قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، حتی همون قولی که در کلام الله متعال بوده این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم از خودش حذف نکرده و به هیچ عنوان در واقع هیچ چیزی از قرآن حذف نشده و الله متعال ضامن حفظ کلام خودش هست، ضامن حفظ کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نبوده. علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میبینیم که روایاتی جعل شده، دروغ بسته شده به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما به نام الله و به نام قرآن کسی نتوانسته که در طول تاریخ دروغی ببندد یا اینکه در این قرآن در واقع کم و زیادی رو یعنی انجام بدهد. پس بنابراین به اتفاق مسلمانان قرآن کلام الله متعال هست، مخلوق نیست، صفت دائمی و همیشگی الله متعال هست و هر کسی که منکر این بشود که قرآن کلام الله متعال هست کافر هست. هر کسی که منکر بشود که این قرآن کلام الله نیست، کلام رسول الله هست یا کلام بشری هست غیر از رسول الله یا هر کسی دیگری که باشد، چون این انسانی در واقع کافر هست و اگر مسلمان بوده باشد اون در واقع مرتد شمرده می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که میگن کسی که از لقمه حرام استفاده کنه تا 40 روز دعایش قبول نمی شود، درست هست یا نه؟ در واقع در مورد این که یکی از یعنی معوقات اجابت دعا، یکی از موانع اجابت دعا خوردن مال حرام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو مفصلا توضیح دادن و ذکر کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یک مردی رو که در سفر هست، اشعث و اغبر هست و بسیار نیازمند هست، دسته ها رو به آسمان بلند می کند و دعا می کند یا رب یا رب و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مطعمه حرام و مأکله حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. این انسانی
که خورد و خوراک و پوشاک و تو کل تغذیه وجودش از حرام بوده، فانا یستجاب له، چگونه در واقع دعایش اجابت می شود. و به صورت کلی یکی از موانع اجابت دعا خوردن مال حرام هست که در روایات صحیح در واقع ثابت است. اما مطلبی که این بیننده من گفتن، هر کسی که یک لقمه حرام بخورد تا 40 روز نمازش قبول نمی شود، در این زمینه ما روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم. اینو دیلمی در مسند الفردوس اینو در واقع ذکر کرده، اما به اتفاق علما این روایت ضعیفی هست و حتی ابن تیمیه رحمت الله علیه روایت شبیه به این جمله رو که من اکل لقمه من حرام لم تقبل له صلاه 40 یوما، شبیه به این رو گفته که حتی موضوع هست. این مطلب که هر کسی که یک لقمه حرام بخورد تا 40 روز نمازش قبول نمی شود، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و حتی حافظ عراقی رحمت الله علیه این روایت رو گفته که یک روایت منکر است و روایاتی که در این زمینه هست روایات جعلی هستند. اما این که خوردن مال حرام مانع اجابت دعا می شود، روایات صحیح در این زمینه وجود دارد. خوردن مال حرام مانع اجابت دعا می شود، اما مانع صحت نماز یا مانع قبول شدن نماز در واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که تاجیک بودن گفتن در روسیه هستیم و مسافر هستیم، آیا می توانیم در نماز جمعه، گفتم ما در نماز جمعه مشارکت نمی کنیم، آیا گناهی بر ما هست یا نه؟ کسانی که در واقع در یک جایی یعنی بیشتر از 2 هفته نهایتش سکونت دارند و خودشون تصمیمشون این است که ساکن هستند در اونجا، مقیم هستند، اینا حکم مقیم رو دارند. یعنی هر کسی در یک شهری، حتی بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، چون کهشون از روسیه زنگ زدن و غالبا حنفی مذهب باشند اهل تاجیکستان، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که تا 15 روز و 2 هفته انسان در واقع مسافر هست. اگر بیشتر از 2 هفته یک جایی انسان نیت اقامت بکند که من بیشتر از 2 هفته در فلان شهر، ولو اینکه برای کار باشد یا برای درس باشد یا برای هر مورد دیگری که باشد، اگر نیت اقامت بکند، این فرد مقیم هست و نماز جمعه بر اون فرضه. مقیم هست و نماز جمعه بر اون فرضه، یعنی اجازه ندارد که از رخصت سفر اجازه استفاده بکند و در این صورت اساساً چون این فردی در واقع مسافر شمرده نمی شود بلکه مقیم هست. و در مورد ترک نماز جمعه در این شکی نیست که ترک کردن نماز جمعه یکی از گناهان کبیره هست. ترک نماز جمعه یکی از گناهان کبیره هست و در این زمینه روایاتی وجود دارد در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره و از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لینتهین اقوام من عن ودعهم الجمعات، که این افرادی از ترک نماز جمعه در واقع دست بکشند، او لیختمن الله علی قلوبهم، یعنی که الله متعال بر دلهای اونها در واقع مهر میزند. به اتفاق علما ترک نماز جمعه بدون عذر در واقع یکی از گناهان کبیره هست، یا حتی در روایت دیگر اومده هر کسی که بدون دلیل و بدون عذر 3 نماز جمعه را در واقع ترک بکند، تبع الله علی قلبه، الله متعال بر قلب اون در واقع مهر میزند. کسانی که در یک جای مقیم هستند و بیشتر از 2 هفته در یک شهری اقامت میکنند، حکمشون این است که مقیم هستند، مسافر شمرده نمیشوند و اگر میسر هست برایشون که به نماز جمعه بروند و مانع دیگری وجود ندارد، بر اونها فرض و واجب هست که در نماز جمعه شرکت بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا زکات دادن به فامیل های نزدیک جایز است یا نه؟ بله، نه تنها اینکه زکات دادن به فامیل نزدیک جایز هست بلکه بهتر هست، اولاتر هست. و روایتی رو که قبلا عرض کردم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها همسر عبدالله بن مسعود، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند زکات دادن یا صدقه دادن به خویشاوندان هم صله رحم هست و هم صدقه هست. این هم ثواب صدقه را انسان حاصل می کند و هم ثواب صله رحم را. اگر انسان به یک فرد بیگانه، یک غریبه در واقع صدقه بدهد، تنها ثواب صدقه به می رسد. اما اگر این صدقه را به خویشاوندان خودش بدهد، هم از این که صدقه نفلی باشد یا صدقه فرضی یعنی همون زکات باشد، در هر دو صورت این 2 تا ثواب دارد، هم ثواب صدقه و زکات انشاءالله می رسد و هم ثواب در واقع صله رحم می رسد. و در این زمینه متاسفانه
متاسفانه که سوء تفاهمی و توهمی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از مردم فکر میکنند که اگر به خویشاوند خودشون صدقه بدن این صدقه ثوابی رو نداره. یعنی کسی مثلا به برادرش، به عمویش، به عموزادگانش یا افراد دیگری که جزء خانوادهشون هستن کمک بکنند احساس میکنند که شاید این در واقع قبول نیست، بلکه قبول هست و نه تنها که قبول هست بلکه ثواب بیشتری رو هم دارد و انسان باید سعی بکند. به قول مثل معروفی هم که شده اول خویش بعد درویش، این در واقع یک منبع اصلی و در واقع شرعی دارد که انسان باید در مرحله اول اون کسانی رو که با اونها خویشاوندی دارد صله رحم بکند و یکی از موارد صله رحم کردن این است که زکاتش رو و صدقه خودش رو به خویشاوندانش در واقع بپردازد و این 100% ثواب میرسد. و همچنین روایتی که در این زمینه هست که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه رو دادند، یعنی این صدقه رو گذاشتن در مسجد که به یک فردی داده بشه و از قضا فرزند اون صدقه دهنده رفت و اون مال رو در واقع گرفت. اون کسی که مال پیشش بود به عنوان صدقه متوجه نشد، این صدقه رو داد به فرزند اون کسی که صدقه داده بود و بعد از این که خبر شد رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، و اون وقتی که این مال رو دید دست پدرش گفت که والا منظور من تو نبودی، من نمیخواستم این صدقه رو به تو بدهم، من این رو به کسی دیگر میخواستم بدهم. و بعد وقتی که رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون فرمودند که اون نیتی که تو دادی به تو رسیده و این کسی که این مالی که تو برداشتی به فرزند گفتن اینم در واقع به تو رسیده. یعنی صدقه خوبی هست، جایز هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. اون کسی که صدقه داده هم ثواب صدقه به اون میرسد و این کسی که گرفته هم میتواند که از این صدقه در واقع استفاده بکند. پس بنابراین صدقه دادن به خویشاوندان هم صدقه هست و هم صله رحم هست و اولاتر و بهترین است که زکات انسان در دایره خانواده خودش، خویشاوندان نزدیکی خودش بدهد. این اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در شبکه رافضی و صفوی ولایت روایت آوردن، گفتن که اگر کسی سر نماز بادی ازش برود یا شک داشته باشد که وضوش باطل شده یا نه، در این صورت نماز و وضوش باطل نمی شود. این که در واقع هیچ نمیدونم که مشکل این روایت در کجا هست. روایت صحیح هست و اصل در این زمینه این است که ما دو تا قاعده داریم در مورد یقین و شک. در مورد یقین و شک به صورت یک قاعده کلی هست در بسیاری از موارد شرعی در واقع کاربرد داره، من جمله در باب طهارت. و قاعده این است که یقین با شک از بین نمی رود. یقین با شک از بین نمی رود. یعنی این که یک فردی وضو گرفته اما الان شک هست که آیا وضوش شکسته یا وضوش نشکسته. یادش هست که به طور مثال نماز ظهر رفته وضو گرفته، الان وقت نماز عصر هست، الان میداند که نماز ظهر وضو گرفته اما یادش نیست که دستشویی رفته باشه یا وضو شکسته باشه. در گرفتن وضو مطمئن هست، یقین دارد که وضو گرفته، اما در شکستن وضو شک داره، معلوم نیست، احتمال داره که وضو شکسته باشه، دستشویی رفته باشه، یادش نیست، احتمال داره که اصلا نرفته باشه اما مشکوک هست. از نظر فقهی این شک یقین رو از بین نمیبرد. یعنی اصل بر اینه که شما وضو داشتید، یقین دارید که وضو داشتید، به خاطر شک عارضی اون وضوی شما در واقع باطل نمی شود. و عکسش هم میتونیم این حساب بکنیم. یک فردی مطمئن هست که چیکار هست، وضوی شکسته، بیادش هست که رفته دستشویی اما بعد از این یادش نیست که وضو گرفته یا وضو نگرفته. پس بنابراین در اینجا بی وضویی یقینی هست اما وضو گرفتن چه کار هست؟ مشکوک است. در اینجا یقین با شک از بین نمی رود. در اینجا حکمش این است این فرد وضو ندارد ولو اینکه وضو گرفته باشد، بالفرض این وضو گرفته اما یادش نیست، از نظر شرعی حکمش این است که باید برای دوباره وضو بگیرد. اما صورت قبلی که مطمئن هست که وضو داشته و مشکوک هست که آیا وضوش شکسته یا نشکسته، در اون صورت حکم بر این است که در واقع از نظر فقهی که وضوش کماکان در واقع ثابت هست. خب یک فردی که وضو گرفته رفته سر نماز، الان در هنگام نماز به خاطر جابجا شدن رگی، به خاطر حرکت عضلی شاید احساس کرده باشد که در واقع وضو شکسته، اما این خودش یک احساسه، یک شک هست، یقین نیست.
برمیگردیم به همون قاعده که یقین با شک از بین نمی رود. ببینید خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این در این مورد سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که احیانا انسان در وقتی که وضو دارد یا در هنگامی که نماز هست در واقع شاید احساس بکند که بادی از شکمش خارج شده و وضوی شکسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نمازش رو ترک نکند مگر در صورتی که صدایی رو شنیده باشد یا بویی رو احساس کرده باشد، بدین معنی که مطمئن باشد و یقین داشته باشد که وضوی شکسته. صرفاً با وسواس این و با احساس این که شاید با شک و تردید که وضوی شکسته باشه هیچ کسی نماز رو در واقع نباید ترک بکنه و این یک زمینه هست برای ایجاد شدن وسواس و در واقع که یک نوع بیماری هست. پس بنابراین این روایت صحیحی است. بر اساس این یک قواعد فقهی در این زمینه وجود داره که عرض کردم که شک یقین رو از بین در واقع نمیبره و این روایت در هیچ گونه اشکال شرعی در واقع بر این مترتب نیست. و در این زمینه روایات بسیار اگر نگاه بکنیم در کتاب اشیاء روایات بسیار در واقع که یعنی نمی شود که انسان در واقع ذکر کرد این مسائل رو، اما الحمدلله این مسئله و این روایت که عرض کردم هیچ گونه اشکال شرعی بر اون مترتب نیست، نه اشکالی وجود داره، نه در واقع عیب و ایرادی، هیچ چیزی بر این در واقع مترتب نیست، هم نه از نظر سندی و نه از نظر حکمی و واقعیتش. اما در کتاب شیعه به طور مثال وسائل حتی روایت اومده که اگر کسی در هنگام نماز یک کنیزکی رو بغل بکند و به آغوش بکشد حتی ولو اینکه مزیش خارج بشود، باز هم در روایت شیعه اومده که چون این فردی در واقع وضوش نشکسته و موارد عجیب و غریبی در این زمینه وجود داره. اما این روایت که عرض کردم روایت صحیح است، نه از نظر عقلی اشکالی بر اون مترتب هست و نه از نظر فقهی و نه از نظر سند حدیثی هیچ گونه اشکالی در اون وجود نداره. جزاکم الله خیر و تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی گفتن کسی که بچه دار نمی شود اگر برود پیش ملا تعویض و خط بگیرد آیا گناهی بر او هست یا نه؟ مشکل این که در واقع کسی یعنی باردار نمی شود خب از دو حال خالی نیست، یا مشکل از خانم هست یا مشکل از شوهرش هست، حتما یکی از این دو نفر مشکلی رو دارن و حل این مشکل پیش مولا و دعا نویس و تعویض نویس در واقع نیست. ما این همه سال درس خوندیم و تحقیق کردیم مطالعه کردیم و الحمدلله که در این زمینه دینی هستیم تا کنون دعایی رو که مخصوص کسانی باشه که بچه دار نمیشن، چون این دعایی در واقع وجود نداره که تضمین شده باشه که این دعا رو بنویسید و برگردن بیاندازید، یا متاسفانه بر روی بدن می‌نویسن بی حرمتی به آیات قرآن کریم هست و تضمینی باشه که شما بچه دار بشید. میتونید پیش یک عالم برید برای شما دعا بکنه، اما گرفتن تعویض و نوشتن دعا که چه بر روی بدن باشه بر روی کاغذ باشه که شما بر خودتون ببندید در حالت جنابت بر شما باشه، چون این چیزی من اینو در برنامه گذشته به صورت مفصل عرض کردم که چون این چیزی از نظر شرعی اشکال داره و به معنی بی حرمتی به آیات قرآن کریم است. کسی که بچه دار نمیشود به دکتر مراجعه بکنند که این اشکال از خانم هست یا از آقا هست و در این زمینه الحمدلله علم پزشکی پیشرفته هایی رو داره و علاج بسیاری از این موارد در واقع میسر هست. اما کسانی که ملا هستند و دعا نویس هستند و در مقابل این دعایی که می نویسند تعویضی که می نویسند پول میگیرن و مغازه رو باز کردن، مطمئن باشید که پیش اینها شما علاجی رو برای مشکل خودتون نخواهید یافت. درست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که مادر و پدرشون در قید حیات هستن و به حج نرفتن. پدرشون الان زندان هستن. اگر خودش و همسرش به حج بروند آیا حجشون درست است؟ بله هیچ گونه اشکال نداره. فرزند میتواند قبل از پدر و مادرش در واقع به حج برود و برگردن فرزند لازم نیست و واجب شرعی نیست که حتما پدر و مادرش رو به حج بفرستند. در صورتی که پدر و مادر در واقع حج بر اونها لازم نیست، چیزی که بر فرزندان لازم هست این است که نفقه پدر و مادر خرج زندگیشون رو در واقع پرداخت بکنند و اگر خواستن توانایی داشتن میتونن اونها رو به حج ببرند یا بعد از وفات اونها برای اونها حج یا عمره رو انجام بدن. هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما برای این که شما قبل از پدر و مادرتون به حج بروید هیچ گونه مشکل شرعی وجود نداره و هیچ کسی از علمای اسلام هم اینو شرط قرار نداده که شما اول باید پدر و مادرتون رو به حج بفرستید و بعد خودتون برید. نه، بدون اینکه پدر و مادرتون به حج بفرستید خود شما میتوانید، هم خودت هم خانمت میتوانید که به حج بروید و حج شما کاملا و 100% ان شاء الله صحیح خواهد بود. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن سوره کهف باید قبل از نماز جمعه خوانده شود یا در تمام روز جمعه مستحب؟
سوره کهف استحبابش برای تمام روز جمعه هست، از طلوع آفتاب یا تا غروب آفتاب روز جمعه. حتی بسیار از علما این رو در واقع بیشتر از این وقتش رو گفتند، یعنی از روز پنجشنبه، غروب پنجشنبه که شب جمعه در واقع شروع می شود، هم شب جمعه و هم فرداش روز جمعه گفتند که وقت خوندن سوره کهف است و بهترین زمانش زمان طلوع هست، یعنی موردی که اتفاقی هست، این از طلوع آفتاب روز جمعه تا غروب آفتابش این وقت نماز، وقت خواندن سوره کهف هست و کسانی که بخونن ان شاء الله فضیلتی رو که در حدیث در این زمینه آمده این فضیلت رو دریافت خواهند کرد ان شاء الله. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که من عادتم این است که 3 روز در هر ماه روزه میگیرم و رخ داده که مهمان‌هایی برای من اومدن و من روزه‌ام رو نخوردم. علتش چی بوده؟ این بود که این مهمان‌ها اهل نماز و روزه نبودن و منم به خاطر این که اینها اهل نماز و روزه نبودن روزه‌ام رو نخوردم. آیا این کارم بی‌حرمتی به مهمان نبود؟ در صورتی که ایشون میگن که اون مهمان در واقع خودشون اهل نماز و روزه نبودند، هیچ گونه اشکال در این زمینه وجود نداره. شما به مهمان بی‌حرمتی در واقع نکردید. اون چیزی رو که حق مهمان بوده، که ضیافت و مهمانی بوده، شما اون تقدیم کردید، غذا دادید به مهمان، اما چون که مهمان در واقع به قول خودتون اهل نماز و روزه و طاعت نبوده، شما به خاطر اون روزه خودتون رو نخوردید، هیچ گونه گناهی رو در این زمینه شما مرتکب نشدید. در روایت اومده که اون از صائم المتطوع امیر نفسه، اون کسی که روزه نفلی دارد خودش امیر خودش هست. این اگر خواست روزه بگیرد روزهش رو ادامه بدهد، اگر خواست روزه خودش رو بشکند روزه رو بشکند، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و جایز هست و در این زمینه حتی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. به طور مثال در یک از روایت اومده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگه یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد منزل شدند، یک غذایی رو که از همسایان آورده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو من اینو عرضه کردم، تقدیم کردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون فرموده انی اصبحت اليوم صائما، امروز من نیت روزه را داشتم، اما باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع از اون غذا خوردند، این روزه خودشون رو شکستند. یعنی اون کسی که روزه نفلی گرفته اختیار خودش رو دارد، اختیار خودش رو دارد، اگر خواست روزش را کامل بگوند ولو اینکه بدون سبب باشه، نه به خاطر مهمان، حتی ولو اینکه بدون سبب باشه اختیار داره که روزه خودش را کامل بکند یا اینکه روزه خودش رو در واقع بشکند. و بنابر رأی جمهور علما و قول راجح حتی گرفتن یک روز دیگر برگردنش لازم نیست، گرچه بسیار از علمای احناف معتقد بر این هستند که اگر اون روز را روزش رو شکست به خاطر اینکه ابطال عمل نشود یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. اما جمهور علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت این است حتی ولو این که بدون سبب و بدون دلیل روزه نفلی خود را بشکند باز هم در واقع قضایی برگردن اون در واقع لازم نیست و هیچ اشکالی در این زمینه وجود ندارد و عملشون درست بوده، یعنی اختیار خودشون رو داشتن، میتونستن هم روزه رو بشکنند یا اینکه ادامه بدن و به خاطر اینکه مهمانشون در واقع اهل دین و دیانت نبوده و به خاطر مهمان روزه رو نشکستند، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره و بی‌حرمتی به مهمان هم انجام ندادند. جزاکم الله خیر. کسانی که منتظر رمضان هستند تا نماز و روزه بگیرن اینها چه حکمی دارن؟ اینا در واقع اون روزه که در غیر رمضان فرض نیست، روزه که در غیر رمضان فرض نیست، به صورت سنت هست و هر کسی که روزه بگیرد، روزه پنجشنبه را، روزه دوشنبه را یا از هر ماهی 3 روز را روزه بگیرد یا بقیه مواردی را که سنت هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتند، این به عنوان یک سنت هست. روزه فرضی را غیر از رمضان در واقع ما نداریم. اما نماز برای تمام مسلمانان هم از مرد و زن در واقع در طول سال فرض هست، به هیچ عنوان و به هیچ مجوزی انسان نمیتواند که نماز فرض رو در واقع ترک بکند. اونهایی که در غیر ماه رمضان در واقع نماز نمیخونند گناه اون ماهها و نمازهایی رو که ترک کردن برگردنشون همچنان باقی هست، باید توبه بکنند از این عمل. اما وقتی که ماه مبارک رمضان هست اگر نماز و روزه بگیرند نماز و روزهشون درسته. بالفرض یک کسی قبل از ماه مبارک رمضان نماز نمیخونده، پایبند نبوده، در ماه مبارک رمضان تصمیم گرفته که نماز بخواند، پایبند نماز باشد، این نمازش قبول هست، روزهش قبول هست. اما گناه ترک نماز که در ماه‌های قبل نماز رو ترک کرده اون گناه برگردنش هست، باید از اون توبه بکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن اگر شخصی متوفا رنگ ناخن بر انگشتانش و ناخنش باشد آیا باید اون رنگ ناخن پاک شود یا همان گونه که هست دفن شود؟
اصل بر این است که برای غسل و که یکی از احکام شرعی هست، یکی از غسل‌های واجب هم غسل میت هست، این است که مواردی را که مانع رسیدن آب به بدن میشن اونها رو باید در واقع پاک بکنند و این اولاتر و بهتر است که در مورد مرده در صورتی که این رنگ ناخن باعث یعنی نرسیدن آب به در واقع بدن بشود و به صورت زیاد هم که باشد اون رو در واقع از ناخن دور بکنند، این حالاتر و بهتر است. خیر. بنابراین بعدی گفتن کسی که در رمضان فوت کند آیا دروازه دوزخ بسته است یا روایت چنین چیز هست یا اینکه مثلا بعد از رمضان از او سوال جواب می شود؟ سوال این بیننده‌مون در مورد این بود که هر کسی که در رمضان بمیرد بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شود. در این زمینه روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود نداره، بلکه روایتی که در این زمینه هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده در مورد 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب در واقع وارد بهشت می شوند. در یک روایت طولانی در صحیح بخاری و مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم از آخرت صحبت کردند، یعنی ملت هایی که در روز قیامت میاد که هر پیامبری میاد که یک نفر دو نفر امتی داشته، یک گروه امتی داشته، بنی اسرائیل میاد با حضرت موسی علیه السلام و یک سواد عظیمی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که افق را در واقع پوشیدن. بدین معنی هست که بیشترین اهل بهشت ان شاء الله که مسلمانان و پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در این روایت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، محل شاهد این است که ایشون فرمودند و معهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. در میان امت محمد صلی الله علیه و سلم 70,000 نفر هستند که بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند، بدون حساب و کتاب و بدون عذاب وارد بهشت می شوند. در این روایت در هیچ جا نیومده که اونهایی که در ماه رمضان فوت کرده باشند، نه در این روایت اومده و نه در روایات دیگر، بلکه در این روایت اومده که بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف رو زدن رفتن وارد منزل شدن، یعنی اصحاب رو ترک یعنی به جای حال خود گذاشتن. بعد از این که اومدن دیدن که اصحاب همشون با هم دیگر یعنی جر و بحث میکنند و مباحثه میکنند که این 70,000 نفر چه کسانی هستند. یک کسی میگه که مهاجرینند و انصارند و فلان کسانی هستند در اسلام به دنیا آمدن، موارد دیگری رو ذکر میکردن. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره از منزل خارج شد گفت که بحث روی چی هست، روی چی بحثی شما دارید اینجا مباحثه میکنید؟ گفتند که در مورد همین 70,000 نفری که شما گفتید که بدون حساب و بدون عذاب وارد بهشت میشوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. اونایی هستند که رقیه را انجام نمیدن، یعنی طلب رقیه نمیکنند از دیگران، یعنی دنبال دم و تعویذ نیستند و تطیر نمیکنند، یعنی بدشگونی و فال بد نمیگیرند و علی ربهم یتوکلون و بر پروردگار خودشون توکل میکنند. این افراد که افرادی هستند که در روز قیامت بدون حساب و بدون عذاب در واقع وارد بهشت میشوند. اما در مورد این که هر کسی که در ماه مبارک رمضان بمیرد اون کس بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشود، یا اینکه ایشون گفتند که بعضی گفتند که بعد از رمضان از اون حساب و کتاب گرفته میشود، چون این روایتی وجود ندارد. چه کسی انسان در ماه رمضان بمیرد یا در غیر رمضان بمیرد این حساب و کتاب در واقع برای اون هست. منتها این 70,000 نفری رو که عرض کردم که در صحیح بخاری و مسلم اومده، این 70,000 نفر با این ویژگی هایی که دنبال دم و تعویذ نیستند و بعد فال بد و بدشگونی در واقع نمیگیرند و بر پروردگارشون توکل میکنند، اینها در واقع جز انسان‌هایی هستند که بدون حساب و کتاب در واقع وارد بهشت میشوند که در اون روایت اومده در ادامه روایت که عکاشه رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، دعا بکن که الله متعال من رو از این گروه قرار بدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند که تو جز اون 70,000 نفری هستید که وارد بهشت میشن بدون حساب و بدون کتاب. منتها در مورد این که فضیلت این که انسان که در ماه مبارک رمضان بمیرد یا به صورت کلی در رمضان و غیر رمضان منتها در حالت روزه بمیرد، در این زمینه روایتی هست از حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه و در مسند امام احمد رحمت الله علیه ذکر شده در یک ضمن یک روایت طولانی من صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. هر کسی که یک روزی را روزه بگیرد به خاطر رضای الله متعال ختم
به که با اون عمل و با اون روزه در واقع اعمالش خاتمه پیدا بکنند، یعنی در حالت اون روزه بمیرد، دخل الجنه که گفتم وارد بهشت می شود. این در مورد دخول بهشت است. اما در این که بدون حساب و کتاب وارد بهشت بشود، چون این روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که گروهی هستند که میگویند صوفی هستند و این افراد کارهای انجام میدن که کاملا با فرامین و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم کارهاشون مغایرت داره. در مراسم های عجیب غریب که رقص و پایکوبی و حتی سر خود را تکان دادن در آن هست شرکت میکنن و کلا با کارشون با توحید فاصله و مغایرت دارد. آیا گذشتگان امت اسلام این کارها را انجام میدادن یا نه؟ کسانی که خود را اهل سنت مینامند و اهل سنت و جماعت هستند. اهل سنت یعنی پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جماعت یعنی جماعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ویژگی را که اهل سنت و جماعت دارند این است که پیرو رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. روایت متعددی در این زمینه وجود دارد. هر کسی که در دین ما یک امری را بدعت گذاری بکند که در دین نبوده، اون در واقع مردود هست، چون این کاری از دیدگاه شرعی مردود هست و حرام هست. و کسانی که به نام تصوف و به نام پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این کاری را انجام میدهند، خب بیارن صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب سته، کتب تسع اهل سنت و الجماعت بیارن در یک موردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این حلقه ذکری رو داشتند و با این کیفیتی که اینها ذکر میکنند و سر رو تکان میدهند و احیانا همراه با ساز و آواز و موسیقی هست و همراه با رقص هست و بقیه یعنی خرافاتی رو که دارن، کدام روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع این کار را انجام دادند؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نکردند؟ روایات متعددی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذکر را انجام دادند. سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر که در روایت اومده که اینها بهترین ذکر هستند، یا برترین دعا الحمدلله هست، یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم که در روایت اومده که کلمتان حبیبتان عند الله که دو کلمه هستند که نزد الله متعال حبیب هستند، بر زبان سبک هستند، در میزان سنگین هستند و بسیاری موارد دیگر که از کاری رو که ذکر شده. در کجای تاریخ و سیرت رسول الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این اذکار را و اوراد را یا ایشون یا صحابه مثل امروزه که بسیاری از مدعیان تصوف در واقع این رو انجام میدن؟ اینها در واقع صوفی نیستند، اینها گمراه هستند، برخلاف مذهب رسول الله و عقیده رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، برخلاف مذاهب ائمه اربعه هستند. هیچ یک از ائمه اربعه ما حلقه ذکری این گونه که این افراد دارند و با این کیفیتی که اینها میکنند، هیچ یک از ائمه اربعه ما، نه ائمه اربعه و فقها چنین چیزی رو داشتند، نه ائمه محدثین ما بخاری و مسلم و بقیه و نه اصحاب رسول الله و نه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین در واقع مواردی رو نداشتند. و هر عملی که نوپیدا باشد، بدعت باشد، در دین ایجاد شده باشد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، اون در واقع بدعت هست، حرام هست و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعتی در هر حدی و در هر سطحی باشد، هر کسی آن را ایجاد بکند که بدعت باشد، یک نوع عبادتی که در دین اسلام اصلی رو ندارد، اون در واقع بدعت هست، ضلالت هست و هر ضلالتی در واقع عاقبت و فرجامش هم آتش جهنم هست. در این زمینه در اواخر عهد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه مواردی رو ما می‌بینیم که در واقع اتفاق افتاد. من جمله این که حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یک روزی وارد مسجد شدند در عراق و دیدن که گروهی در قبل از نماز صبح نشستند و ذکر می‌کنند. یک شخصی بالای سرشون ایستاده میگه که یلا 100 مرتبه بگی سبحان الله، 100 مرتبه بگی الحمدلله، 100 مرتبه بگی لا اله الا الله و بقیه‌اش حساب می‌کردند. یعنی یک حلقه ای رو ایجاد کرده بودند و با صدای بلند تو ذکر میکردن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وقتی که اومدن گفتند که به خدا قسم یا شما دین جدیدی را آوردید یا شما از پیغمبر بهتر بلدید. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام نداده
و یا شما بهتر بلدید یا اینکه اصلا دین شما ربطی به اسلام نداره. با واقعا این گونه هست. اونهایی که به نام تصوف، اونهایی که به نام تزکیه، اونهایی که به نام عرفان میاند و چنین حلقاتی رو دارند و سر تکان میدند، رقص میکنند و ساز و آواز در واقع دارند و ذکرهای نوینی و بدعتگونی رو ایجاد کردند و راه و رسم غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دارند، اینها یا از رسول الله بهتر بلدند یا اینکه دینی غیر از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند و به هیچ عنوان جایز نیست که اینها رو ما اهل سنت بنامیم، زیرا که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد نبوده. در هیچ جای سنت چنین چیزی رو نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این بدعات و خرافاتی رو که اینها دارند رسول الله یا صحابه یا ائمه بزرگوار ما انجام داده باشند. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی آقا عبدالله روسیه گفتن که کسی که در سفر هست میتواند دو نماز را در اول وقت نماز اول بخواند، یعنی نماز مسافر منظورشون بود، آیا اجازه داره یا نه؟ ولی از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت و مذاهب اهل سنت و الجماعت جمع بین صلاتین جایز هست بنا به روایت متعددی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده در جریان سفر تبوک و در جاهای دیگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نماز رو با هم دیگر در واقع جمع می‌کردند و این جمع به بنابر قول جمهور علما هم جمع تقدیم جایز هست و هم جمع تأخیر. جمع تقدیم یعنی اینکه دو نماز را در وقت اول بخوانید، نماز ظهر و عصر را شما در وقت ظهر بخوانید یا تأخیر بکنید، یعنی نماز ظهر و عصر را در وقت عصر بخوانید. هر دو صورتش از نظر جمهور فقها در واقع در این زمینه جایز هست. منتها فقهای احناف در این زمینه یک راهکار دقیق تری رو در واقع معرفی کردند و گفتند که این جمع سوری هست. جمع رو گفتن جمع سوری. جمع سوری یعنی این که ظاهرش جمع هست، گرچه در روایت اومده هیچ تعویل و توجیه دیگری رو نداره، روایات کاملا در این زمینه به صورت گسترده هست و صحیح هستن. علمای احناف نظرشون این است که جمع سوری هست، یعنی این که نماز ظهر را انسان باید در آخر وقت بخواند و نماز عصر را در اول وقت بخواند. یعنی این که به طور مثال اگر یک فردی نگاه بکند که به طور مثال یعنی 5 دقیقه مونده به نماز عصر، یعنی وقت نماز ظهر تمام میشه، 5 دقیقه مونده به وقت شروع شدن نماز عصر بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 2 مثل را وقت نماز عصر میدونن. خب وقتی که 5 دقیقه مونده به نماز عصر یعنی اینکه قبلا نماز ظهر را بخوانند و بعد از 5 دقیقه تا وقتی که 4 رکعت را بخوانند یا اون 2 رکعت را بخوانند، بعد از اون در واقع چیکار میشود؟ وقت نماز عصر شروع شده و بلافاصله نماز عصر را هم بخواند. این جمع سوری در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود دارد و یک راهکاری هست که فقهای احناف در این زمینه اینو مطرح کردند. اما در بقیه مذاهب، مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد ابن حنبل و محدثین و بقیه فقها اومده که هم جمع تقدیم جایز هست و هم جمع تأخیر جایز هست، یعنی دو نماز را ظهر و عصر و مغرب و عشا را در اول وقت خوندن، در وقت نماز اولی خوندن هم جایز هست و تأخیرشون هم جایزه، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. این برای کسانی هست که در حالت سفر باشند یا به خاطر عذر شرعی باشه، مانند بیماری به طور مثال انسان میتواند که نماز را جمع بخواند. جزاکم الله خیر. آقا احسان از تاجیکستان گفتن که بعد از بالا ماندن رکوع برای رفتن به سجده اول باید دست را بر زمین بگذاریم یا زانو را؟ در مورد رفتن به سجده یعنی مهم این است که شما سجده بکنید. رفتن به سجده جزء فرایض، یعنی کیفیت رفتن جزء واجبات نیست. به هر کیفیتی که شما خواستید می توانید که به سجده بروید. در این زمینه جمهور علما یعنی مذهب امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از فقها این است که انسان با زانو به سجده برود. جمهور فقها نظرشون بر این است که انسان با زانو برود، یعنی به ترتیب وقتی که به سجده میرود اول زانوها را بگذارد، بعد دستها را و بعد در مرحله آخر سر را و صورت را بر زمین بگذارد و در این زمینه استدلال دارند از روایت حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه است که ترمذی و ابو داود و دیگران این روایت کردند که میگوید که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه.
وضع رکبتیه قبل یدیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم زانوهایشون رو قبل از دستها بر روی زمین گذاشتن و در این زمینه آثاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وجود دارد، گرچه بسیاری برخی از علما گفتند که این روایت از نظر سندی اشکال داره و در مذهب امام مالک رضی الله تعالی عنه روایتی هست که در سنن ابو داود اومده که در اون روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیه قبل رکبتیه، که در این روایت اومده که وقتی شما میخواید سجده بکنید مانند شتر به زمین نروید و در ادامه روایت اومده ولیضع یدیه قبل رکبتیه، دستهایش را قبل از زانوها روی زمین بگذارد. الان از نظر ظاهری وقتی که انسان سجده را یعنی شتر را نگاه میکنه که چگونه بر زمین میخوابد، ابتدا قسمت جلوی بدن خودش را بر روی زمین میگذارد و بعد قسمت پشتش را بر روی زمین میگذارد. یعنی از نظر ظاهری یعنی قسمت اول حدیث را وقتی ما نگاه میکنیم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، از این فهمیده میشه شما مانند شتر به سجده نروید، یعنی مانند شتر نباشید که اول سرتون رو پایین بکنید بعداً یعنی باسنتون رو و کمرتون رو بر روی زمین بگذارید مانند شتر، یعنی کیفیت ظاهری نشستن و خوابیدن شتر این گونه هست. اما در ادامه روایت اومده که ولیضع یدیه قبل رکبتیه، که ابتدا دستها را بعد پاها را بگذارد و دقیقاً اون کیفیتی که شتر به زمین میخوابد همین کیفیت هست، یعنی ابتدا یعنی دستها را میگذارد، یعنی قسمت جلوی بدن را بر روی زمین میگذارد، بعد قسمت پاهایش را میگذارد. به این خاطر است که ابن قیم رحمت الله علیه میگه این حدیث مقلوبه، این حدیث مقلوب هست. مقلوب یعنی اینکه الفاظش جابجا شده، به جای اینکه ولیضع یدیه قبل رکبتیه میگه که اصلش این بوده ولیضع رکبتیه قبل یدیه، که ابتدا پاها رو بگذارد بعد دستها رو بگذارد، مثل شتر نباشید که اول دستها رو میگذارد بعد پاها رو میگذارد. در صورت این اختلافی هست که در میان مذاهب وجود داره و عرض کردم که جمهور علما نظرشون بر این است که ابتدا پاها گذاشته میشود، امام مالک میگه ابتدا دستها و بنابراین استدلالی که از این حدیث در واقع دارن. اما نظر جمهور علما به نظر من در این زمینه اولاتر هست با توجه به شواهدی که در این زمینه وجود داره و یعنی کیفیت رفتن به سجده که نهی شده که مانند شتر برویم و بسیار از علمای معاصر مانند شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه، شیخ ابن باز رحمت الله علیه، اونها هم نظرشون این بوده که یعنی همون نظر مذهب بوده، یعنی مانند حنفی و شافعی و حنبلی که ابتدا پاها رو بگذارن بعد دستا رو. منتها این مسئله نیست که به خاطر این اختلاف بکنه، هر کسی با هر کیفیتی که به سجده رفت، الان به خاطر بیماری، به خاطر پیری، به خاطر ضعف اول دستای خودش را گذاشت، یا به خاطر اینکه این حدیث رو صحتش رو معتقد بوده که به همین کیفیتی هست مقلوب نیست و بر این عمل کرد، هیچ گونه اشکالی نداره. به این خاطر انسان نباید از کسی دیگر ایراد بگیرد. اگر به زانو رفتید هم خوب هست و اگر با دست به سجده رفتید هر دو مورد صحیح هستند، ان شاء الله هیچ گونه اشکالی در این وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد سنت های بعد از نماز است. گفتن که قبل از نماز پیشین یا نماز ظهر چند رکعت و بعد از آن چند رکعت سنت است؟ قبل از نماز ظهر بنابر روایتی که در صحیح بخاری هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم لا یدعو اربعا قبل الظهر، که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکعت قبل از ظهر رو ترک نمی‌کردند. این جزء سنت های مؤکده هست، یعنی بعد از سنت مؤکده نماز فجر که مؤکدترین سنت ها هست، درجه دوم سنت ظهر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت قبلی ظهر که رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوانی رو در واقع ترک نمی‌کردند. به صورت کلی سنت های مؤکده 2 رکعت قبل از نماز فجر هستند، 4 رکعت قبل از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از عشا هستند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند و قبل از ظهر 4 رکعت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه می‌خواندند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن در تلفن وقتی که من به قرآن گوش میکنم خیلی وقتا رخ میدهد که خوابم میگیره، آیا گناهی به من هست یا نه؟ به هیچ عنوان هیچ گونه در واقع اشکالی وجود نداره. انسان ولو اینکه قصداً خوابش ببرد، نه تنها اینکه به خاطر آرامشی که به اون دست میدهد یعنی ناخواسته خوابش میرود، بالفرض این یک فردی یعنی صدای قرآن رو باز بکند
و خوابیده و قبل از خواب میخواد که با صدای قرآن خواب برود. صدای قرآن روشن هست و گوش میکنه تا اینکه با همین صدای قرآن خواب برود. باز هم هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و چون این شخصی گناهی رو مرتکب نشده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این بود، گفتن که شوهرشان در کار خونه نمیتوند به او کمک بکند و حتی به طفلش نیز کمک نمی کند، ولی ادعا میکند، میگوید که من یک زن دیگه هم میگیرم و من وقتی که اعتراض میکنم میگم که تو حتی نمیتونی از عهده یک زن بر بیایی، میگوید تو بوی بهشت یا روی بهشت رو نمیبینی. این فکر کنم اون بیننده اولمون بودند که گفتند که طلب طلاق کرده. در مورد طلب طلاق یعنی روایتی در این زمینه آمده در سنن ابو داود و سنن ترمذی. در این زمینه روایت آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان میفرمایند ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس، سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه، که هر کسی که بی دلیل و بدون هیچ موردی طلاق طلب بکند از شوهرش، این چنین زنی بوی بهشت را در واقع دریافت نمی کند. این به صورت یک امر هست، یک امر کلی هست و در این روایت قید کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که بدون دلیل باشد. اگر زنی بدون دلیل از شوهرش طلاق را طلب بکند بدون اینکه بهانه‌ای داشته باشد و علتی داشته باشد، چنین زنی در واقع یک کار گناهی رو انجام داده و این روایت هم روایت صحیح است. منتها در برخی از موارد زن حق دارد که طلب طلاق بکند. در بسیاری از موارد زن حق دارد که در واقع طلب طلاق بکند از شوهر. به طور مثال یکی از موارد ناتوانی شوهر هست، یعنی به طور مثال اینکه شوهر توانایی پرداخت هزینه زندگی رو نداشته باشه، خرج و مخارج به این زن رو نده، زن میتونه که طلب طلاق بکنه، من نمیتونم با این شوهر در واقع زندگی بکنم. یا اینکه موردی که باشه که به طور مثال این شوهر بدون دلیل زنش رو مورد ضرب و شتم قرار بده، اذیت و آزار جسمی بکند، خب این زن حق داره که بگه من با چنین شوهری در واقع زندگی نمیکنم. یا اینکه به طور مثال شوهر حبس باشه، یعنی در یک مدت طولانی حبس شده، الان این زن اجازه داره که از نظر شرعی بره در دادگاه طلب طلاق بکنه و طلاقش هم در واقع اگر شوهر بدهد یا اگر شوهر نداد دادگاه طلاق بدهد هیچ گونه ایرادی وجود نداره. یا اینکه به طور مثال شوهر عقیم باشه، به هیچ عنوان نمیتونه بچه دار بشه و زن بچه میخواد، میتونه طلب طلاق بکنه به خاطر اینکه بچه‌ای رو در واقع داشته باشه. یا اینکه به خاطر اینکه شوهر اهل فساد هست و زناکار و نمیدونم شرابخوار هست، زن در این صورت حق داره که طلب طلاق بکنه. پس بنابراین در این روایت اومده هر زنی که بدون دلیل طلب طلاق بکند، اما اگر به خاطر یک دلیلی بود و من جمله مواردی که عرض کردم هیچ گونه گناهی وجود ندارد و برای زن جایز هست که طلب طلاق بکند. جناب شیخ 4 تا سوال مونده و 5 دقیقه وقت. خانم عایشه از افغانستان گفتن که تراویح چند رکعت است؟ 8 رکعت یا 20 رکعت، چه تعداد؟ تراویح یعنی تعداد رکعاتش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت این که امری باشه که شما این تعداد رکعات رو در ماه مبارک رمضان بخوانید وجود نداره. از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب‌های رمضان 8 رکعت ثابت هست بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، و ثابت است که در زمان صحابه 20 رکعت می‌خوندن، در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مردم 20 رکعت می‌خوندن و در این زمینه هم 8 رکعت ثابت شده از رسول الله و در دایره فقه اسلامی هم 20 رکعت هست و هم در واقع 36 رکعت هست در برخی از مذاهب و همین که 40 رکعت هم در واقع ثابت شده. یعنی این که خود این اختلاف در تعداد رکعات دلیل بر این است که تعداد رکعات مشخصی که انسان ملزم باشد که حتما این تعداد رکعات رو بخواند چون این چیزی ثابت نیست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تشویق و ترغیب به صورت کلی اومده هر کسی که ماه رمضان رو شبهاش رو قیام بکند، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هدف عبادت هست در شبهای ماه مبارک رمضان. اگر شما 2 رکعت خوندید از اول شب تا آخر شب کار خوبی رو انجام دادید، هیچ کسی نمیتونه سر شما ایراد بگیره. 4 رکعت خوندید، 8 رکعت خوندید، 20 رکعت خوندید، هیچ اشکالی در این زمینه وجود نداره. شیخ الاسلام
ابن تیمیه رحمت الله علیه جمع کرده این اختلاف فقها را، گفته که اگر شما میخواهید که با کیفیت نماز بخوانید، بهتر این است، اولاتر این است که شما کیفیتتون مانند کیفیت نماز رسول الله باشه و تعداد رکعات کمتر باشه. یعنی 8 رکعت با کیفیت بخوانید از سر شب تا مثلا وقت فجر، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره، شما بهترین کار را انجام دادید. اما اگر کیفیت نماز رو کمتر کردید، قرائتتون، رکوعتون، سجدهتون کوتاه‌تر هست، در مقابل میتونید تعداد رکعات رو در واقع اضافه بکنید. هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره و تعداد رکعات نماز تراویح یعنی نباید که یک مسئله اختلافی باشه، باعث اختلاف و درگیری در میان مسلمانان باشه. درست، جزاکم الله خیر. آیا ایمان کم و زیاد می شود؟ بله، بنابر عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت ایمان کم و زیاد می شود، که با طاعت اضافه می شود و با معصیت در واقع کم می شود. در این زمین روایات یعنی دلایل بسیار زیادی وجود دارد، هم از آیات قرآن و هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایمان زیاده و نقصان دارد، یعنی کم و زیاد می شود. من جمله در سوره انفال هست که الله متعال می فرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. زادتهم ایمانا، ایمان اونها رو در واقع اضافه میکند و آیات روایت بسیار زیادی، یعنی 10 مورد هست که در قرآن کریم آمده که الله متعال این بحث زیادت و ایمان رو در واقع ذکر کرده. به طور مثال بحث در سوره آل عمران هست که الله متعال میفرماید الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ایمانا، که فزادهم ایمانا در واقع در اونجا اومده که ایمان اونها اضافه شد، یا این شایعه ایمان اونها رو در واقع اضافه کرد. و همچنین در روایت صحیح بخاری اومده از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که در مورد کسانی که الله متعال در روز قیامت اونها را از آتش جهنم خارج میکنند، نهایتا الله متعال دستور میدهد که اخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان. هر کسی رو که به اندازه یک ذره در قلبش ایمان باشد، اون از بهشت خارج از جهنم خارج بکنید. حتی به اندازه یک خردلی و دانه ارزنی وقتی که یعنی در قلب انسان ایمان باشه، معنیش این است که در واقع ایمان قابل زیادت و نقصان است. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که ایمان من مانند ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و دلایل بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد و جمهور اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که ایمان در واقع قابل زیادت و نقصان هست. جزاکم الله خیر. نماز جماعت برای زنان چه حکمی دارد؟ جایز هست. نماز جماعت برای زنان جایز هست. این از نظر شرعی زنان می توانند که به نماز جماعت در مسجد بروند اگر خواسته باشند، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، در صورتی که میسر باشه، یعنی راه امن باشه و امکانات وجود داشته باشه، جایی برای زنها که برند نماز بخونند، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی ندارد. و همچنین میتونند که به صورت تنهایی نماز جماعت رو برقرار بکنند، چه نماز فرض را یا چه نمازهای سنت و نفل و تراویح را میتونن به صورت جماعت تنها زنان بخونند که امامشون زن باشه. منتها خواندن نماز برای زنها در منزل اولاتر هست از مسجد، یعنی اگر در منزل نماز بخونند و اونجا نمازشون اولاتر و بهتر هست تا اینکه به مسجد برن. جزاکم الله خیر. چرا در تمام رکعات فاتحه میخوانیم در حالی که قرآن فرموده است فقره و ما تیسر من القرآن؟ بله، به فقره و ما تیسر من القرآن به اتفاق علما موردش یعنی ضم سوره هست، یعنی خود قرائت فاتحه نیست. ضم سوره یعنی شما بعد از اینکه قرائت فاتحه رو انجام دادید، هر چیزی رو که برای شما میسر هست از آیات قرآن، یک آیه طولانی رو یا مثلا چندین آیه رو یا یک سوره رو یا چندین سوره که برای شما میسر هست، به هر مقدار که خواستید میتوانید که در نماز بخوانید. فقره و ما تیسر من یعنی هر مقداری که از قرآن در واقع بتونید بخوانید. حتی در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در آموزش نماز همونه فقره ما تیسر لک، هر چیزی رو که برای تو میسر هست اونو در واقع بخوان. این برمیگرده به ضم سوره، یعنی قرائت ضم، یعنی یک سوره دیگر که بر اضافه بر فاتحه خونده بشه. در مورد فاتحه ما روایات صحیح و صریح فراوانی داریم. یک یعنی اختصاصی اومده در مورد فاتحه که منظور از این آیه در واقع سوره فاتحه نیست،
آیه زیر که سوره فاتحه روایت متعددی اومده، من جمله روایت حضرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لم یقرأ بفاتحه لا صلاه لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، کسی که فاتحه الکتاب رو در نماز نخوند اون در واقع نمازی رو ندارد، نمازش درست نیست. حتی در روایت ابو داود صراحتا اومده که حتی در پشت سر امام که در روایتش اومده که ما در نماز صبح بودیم، یک فردی پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت خوند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که پشت سر امام قرائت رو نخونید مگر به فاتحه، مگر فاتحه را که فإنه من لم یقرأ بها فلا صلاة له، کسی که فاتحه را نخواند نماز برای اون در واقع نیست، نمازی در واقع ندارد. پس بنابراین در مورد فاتحه یک دلیل خاص و جداگانه اومده، فقر و ما تیسر من القرآن یا ما تیسر منه، این در مورد ضم سوره هست. جزاکم الله خیر. و آقا عبیدالله هم گفتن بهترین دعا گفتن که در حالت سجده است، در نماز این سجده هست، این نماز فرض یا سنت یا سجده خاصی باید بله، در این مورد هیچ گونه تفکیکی نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به الله متعال داره در حالت سجده هست، یا در که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاکثروا منه فاما الرکوع فعظموا فیه الرب، در رکوع تعظیم الله متعال رو در واقع بیان بکنید و در سجده فرمودند که دعا بکنید فقمن ان یستجاب لکم، که شایسته است که الله متعال دعای شما را در واقع قبول بکند. هیچ گونه تفکیکی وجود نداره، هم در نمازهای فرض و هم در نمازهای سنت و نفلی شما می توانید که در سجده دعا بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو به صورت کلی و مطلق فرمودند و دلیلی برای تقییدش که اینو مقید بکنیم حتما به نماز سنت و نفل چون این دلیلی وجود نداره. همون گونه که در نماز نفل در سجدهش دعا کردن جایز هست، در نماز فرض و واجب هم جایز هست، هیچ گونه اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.